شمار از اعضای ولسی جرگه و بزرگان اقوام ولایت مختلف و جوانان میگویند در پیوند به اهانت بر رهبر ملی حامد کرزی شمار حلقات سیاسی دست دارند. ملالای شینوار یکی از مشاورین رئیس جمهور غنی روز یک شنبه در نشست شورای لوی قندهار در کابل گفت برخی افراد با اهانت بر رهبران ملی قصد دارند تا به نحوی در این کشور تشنج ایجاد نمایند. از سوی هم شماره از اعضای ولسی جرگه نیز این مسئله را محکوم کرده میگویند که برخی حلقات در کشور به دستور کشورهای دیگر و شخصیت‌های ملی توهین میکنند. نادرخان کتوازی یک تن از اعضای ولسی جرگه که در این نشست حضور داشت چنین گفت: هڅه وکړه چې د موږ ملي مشر وځوروي یو سپکې سپورې خبرې وکړي. دا خبرې زه د یو یا دو یا د ویلنډغرانو خبرې نه ګڼم. دا زه یو پلان شوې دسیسه بولم. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان بر روز جمعه هفته گذشته در پنجمین سالروز کشته شدن برهان الدین ربانی با شعار مرگ بر کرزی مواجه شد. آقای کرزی خطاب به کسانی که شعار مرگ بر وی را سر داده بودند گفت در این کار خارجی ها دست دارند. در عکس العمل با این کار به شمول جنرال رازق قماندان امنی قندهار، برخی از اعضای شورای ملی، حامیان رئیس جمهور ازبق و حلقات مختلف در افغانستان این عمل را با شدت تقبیح کرده و آن را اهانت به یک شخصیت ملی خواندند.